رکورد تاریخی صادرات غیر نفتی این کشور شکسته شده. در 6 ماه اول سال گذشته هم 30 میلیارد دلار صادرات نفتی داشتیم. اگر چون 6 ماه دوم آمارش منتشر نشده من نمیگم. 6 ماه دوم هم 30 میلیارد دلار باشه 60 میلیارد دلار هم صادرات نفتی داشتیم. واردات ما 59 میلیارد دلار بوده. یعنی تراز تجاری ما با نفت مثبت 54 میلیارد دلار بوده که در تاریخ این کشور از زمان مادها به قول بنده خدا تا الان بی سابقه است. تو همین امسالی که تراز تجاری ما 54 میلیارد دلار مثبت بوده، ارز نیما از در واقع 28000 تومان رسیده به 38000 تومان. حالا می‌خوایم بریم دنبال رانت و راجع به رانت یکم بحث کنیم. شما 53 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی رو مثال در نظر بگیرید. آقای ثابتی، این 53 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی صاحب داره. یه کسایی این نفت ارز دستشون میاد. بله. خب هر 10,000 تومان افزایش نرخ ارز باعث میشه 530,000 میلیارد تومان بره تو جیب صادرکنندگان غیر نفتی بدون اینکه زحمت اضافی بکشن. یعنی از 28000 تومان کردیم 1400 کردیم 38000 تومان نیما رو، حالا 50 تومان و اینا رو نمیگم بازارا، فرض که همشون آوردن در نیما از کرد 10,000 تومان افزایش نرخ ارز نیما داشتیم. یعنی این 53 میلیارد دلار صادر کنندگان بدون هیچ زحمتی 530,000 میلیارد تومان رفته تو جیبشون از محل گران فروشی ارز. این گران رو با چی حساب می‌کنید؟ الان عرض می‌کنم خدمت شما. این 530,000 میلیارد تومان شما اون سوال اصلی رو جواب نمیدید. حالا بذار که جواب میدم 2 دقیقه به من وقت بده الان میگم. شما 2 دقیقه فرصت دارین با احتساب تایمی که حفظ شده برای شما. یعنی این الان ایشون بله مجموعاً 30 ثانیه اضافه تر بفرمایید. 2 دقیقه. این 530,000 میلیارد تومان رانتی که رفته تو جیب این صادرکنندگان که مشخص هم هستن کیا هستن، زیاد هم نیستن، نیمه خام هم صادر میکنن، از آسمون نازل نشده. از کجا آمده؟ از جیب این 85 میلیون ایرانی بدبخت جمع شده. چطور؟ تمام کالاهای وارداتی به ازای هر $1 حداقل 10,000 تومان گرون شده. خب نتیجه اینکه چیه؟ به طور متوسط از جیب هر ایرانی نتیجه اینکه آقا اتوبان رها کن بذار هر چقدر سرعت دوست داره بره و کشید در نرخ ارز بالا، از به ازای هر $1 گفتم 10,000 تومان در واقع گرون شده واردات. ظرف 1 سال از جیب هر ایرانی، ملت ایران، از جیب هر کدوم از شما 6,200,000 تومان بدون اینکه راضی باشید برداشتن ریختن به جیب صاحبان دلار. مبناشو بگین. آخه اینجوری که دارین شانتاژ میکنین. شانتاژ نیست. مبنای این 530 همت رو بگین. آقای برادر 53 نقدتون رو تو زمان خودتون بگید. 53 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشتیم. این 28,000 تومان بوده. میگه غیر نفتیه؟ گاز، میانات، باشه هر چی غیر نفتی. شما نمیدونید غیر نفتی نه چیه؟ آقا اجازه بدید. شما گاز و میانات و جزء غیر نفتی حساب می‌کنید. مصطلح به غیر نفتی رو دارم عرض می‌کنم. آقا گاز غیر نفتیه. 15 میلیاردش گاز بوده. آقای توقینی اجازه بدید. شما یه دقیقه الان فرصت دارید بفهمید. یه دقیقه آقای دکتر ببین دارن نه شما در زمان خودتون باشه. شما در زمان خودتون افشا کنید. اجازه بدید شما یه دقیقه وقت بفرمایید. چرا دارین این کارو می‌کنید؟ با احتساب اون 2 دقیقه وقت. نه یه دقیقه خالص وقت بفرمایید. یعنی 5 دقیقه بود وقت شما، الان 5 دقیقه تموم شده تا 6 دقیقه. نمیذارن که حرف بزنیم. آقا جون ببین 53 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی به همون شیوه محاسباتی کشور دارم عرض میکنم. 53 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشتیم. خب عمدتاً هم فولاد و چه بدونم لاستیک و پلاستیک و محصولات پتروشیمی بودن. خب 28,000 تومان بوده نرخ نیما. بر فرض آوردن تو نرخ نیما این شده 38,000 تومان. 10,000 تومان رفته رو هر دلار. مردم عزیز ایران 6,200,000 تومان به ازای متوسط از هر جیب هر کدومتون برداشتن ریختن به جیب صاحبان دلار. اینا خریدن، اینا در واقع دلارشون رو فروختن و واردات باش انجام شده. یعنی یه خانواده 5 نفری آقای طغیانی در نتیجه همین تفکر شما که گاهی می‌بینیم دنبال وام 10 میلیونی هستن این ملت، خبر ندارن که 31 میلیون تومان ظرف 1 سال این صاحبان دلار از جیبشون برداشتن. 10 ثانیه. این یعنی بی‌عدالتی. این یعنی من بیشتر صحبت می‌کنم بعد ایشون بحث تموم کنم. این یعنی بی‌عدالتی، این یعنی ظلم به 85 میلیون نفر و ریختن تو جیب این صاحبان دلار که از خواهم کرد چه کسانی هستن. خب شما بازم وقت دارید آقای نه بذارید بحثو تموم کنم. حالا سوالم اینه چقدر از این 530,000 میلیارد تومانی که باد آورده به دست آورده اند رو خرج رسانه کنن تا با سیاست‌های ما مخالفت کنن و سیاست‌های آقا اجرا بشه؟ چقدر میصرفه این هزینه؟ باید هم تیتر بزنن سراب دلار زدایی. اینا کیان؟ اینا همون کسایی هستند که داشتن با دلار 4200 خسارت 4200 انحراف 4200
اینا همون تفکرن. اثر صفر حذف 4200 اگر آن نباشید هیچ اثری نداره، صفر اثرش. بعد ببینیم که آقا این کی به اینا پول میده دارن این کارا رو میکنن، این مطالب با پول کی، این روزنامه با پول کی داره منتشر میشه. میبینی بله کسایی که اهل رسانن متوجهن این حرفایی که من میزنم چی ان. میبینی که بله این روزنامه صفحه 1 تبلیغ صنایع فلزات غیر آهنی، دوباره تبلیغ، این همون چند روز اخیری که گرفتم. این روزنامه رو خواهش میکنم مردم بگیرن صفحه 1 رو نگاه کنن، اون بالا پایین پروفیل فولادی اصفهان، فولاد مبارکه، صنعت فولاد، صنعت پتروشیمی، مدام تبلیغ ایناست. من رفتم در آوردم تعرفه‌های آگهی این روزنامه رو در آوردم، دیدم بابت یک دونه تبلیغ اینجوری آقای ثابتی، یه دونه تبلیغ اینجوری در روز داره 132 میلیون تومان پول میگیره. فولاد آقای ثابتی پفک نمکی نیست که دو دستش مونده باشه، باد کرده باشه بخواد با تبلیغات بیشتر بفروشه. داره حمایت مالی از این فکر میکنه.